بسم الله الرحمن الرحیم. 2 قوس 1404 روز تاریخی که هرگز از ذهنها پاک نخواهد شد. فرزند این میهن از خطه قهرمان پرور، از دشت آزادگان برچی ظهور میکند. در مسابقات مهم سطح مسابقات بسیار بالاست. مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی اشتراک می نماید و با افتخار نام افغانستان را بلند می برد و همه رقیبان را شکست می دهد و در سکوی اولی می ایستد. زمانی که سرود ملی نواخته می شود، بیرق افغانستان به اهتزاز در می آورد. ما به عنوان یک فرزند کشور اشک شادی از چشمان ما جاری می شود. این افتخار بزرگ را آج قهرمان محمد یوسف جهانگیر برای ملت افغانستان رقم زد که در تاریخ مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی ما شاهد نیستیم که مدال گرفته باشیم، اما نخستین بار آج قهرمان محمد یوسف جهانگیر این افتخار را در کارنامه خود رقم میزنه و مدال طلا را کسب میکنه و این افتخار بزرگ را برای ملت افغانستان می آورد. خدا را شکر که این فرزند پر افتخار، زحمت کش در این مسابقات همه رقیبان را شکست می دهد و در سکوی اولی می ایستد و بیرق افغانستان را به اهتزاز در می آورد. زمانی که سرود ملی افغانستان نواخته می شود، ما یک غرور را ما رخ می‌دهد و اشک شادی از چشمان ما جاری می شود. جوانان سلحشور که در جاده شهید مزاری موترایشان صف کشیده بود و صبح به زود ما از قلعه هزاره‌های چنداول به سمت جاده شهید مزاری پیش روی مصلی شهید مزاری که اونجا را آدرس داده بودیم برای ورزشکارا، ورزش دوستا و هموطنان عزیز که رسیدیم که جوانا بسیار با خوشی و سلحشوری موترای خود بنرها و تصویرهای آج قهرمان محمد یوسف جهانگیر را نصب می‌نمودند. اینجا بود که ما یک غرور ملی به ما رخ داد و زمانی که به طرف میدان هوایی حرکت کردیم با بسیار خوشحالی اونجا دیدیم که همه اقوام به استقبال قهرمانا و خصوص آج قهرمان محمد یوسف جهانگیر آمدند. یعنی ورزشکارای ما میتونه که تمثیل وحدت ملی را با قهرمانی خود انجام میدهند. زمانی که آج قهرمان محمد یوسف جهانگیر مدال طلای خود را در میدان هوایی گفت که از مردم افغانستان است، ما به دعا و حمایت شما مردم به این مقام رسیدیم. اینجا بود که غرور ملی برای مردم افغانستان موج می‌زد. جا دارد که از این فرزند قهرمان که با دستان پرآبله و مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی رفت و همه رقیبانی که در مقابلش قرار داد اونا را شکست داد، مدال قهرمانی را آورد و ایران برای مردم افغانستان تقدیم نمود و همه افتخارات خود گفت از ملت بزرگ افغانستان است، شما بودین که من هستم. و امروز جا دارد که از این قهرمان دستان پرآبله باید حمایت صورت بگیرد. مسابقات المپیک یک دستاورد خوبی ما داشته باشیم. عرض حرمت رسانه ایاران چنین.